بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در اینجا باز با کلمه های نو شناس می شویم، اما قریب که یکون تغییرات جدی نیست. شما فقط زبانتان را در خواندن کلمه های عربی عادت کنانید، با وجود آنکه شما خوانده می توانید. این خیلی مهم است و درس را پره از خود کنید در حالت خودسنجی، نه از بالا به پایان، بلکه آمیخته خود را بسنجید. کمتر از 3 ثانیه شما هر کلمه ای را که میبینید باید خوانده توانید. الکی شما اگر دیده برابر کلمه را خوانده توانستید، از پیشرفت شما گواهی میدهند. در اینجا الف زبر آ، میم زر می، نون الف زبر نن می شود، نه نا می شود، هرچند که در بالای زبر است، اما دو زبر که هست به همین خاطر نن می شود و الف خوانده نمی شود. الف زبر آ، میم زر می، نون الف زبر نن نمی شود، آ می نن. در اینجا ب الف زبر با می شود. آنچه در بالای الف است گفته مد نام دارد و آن آوازی آی دراز را می گیرد. ب الف زبر با، این آوازی دراز نسبت دیگر آوازها کمی کشیده می شود. ب الف زبر با، همزه زر ای، سین الف زبر سن، با ای سن. ت الف زبر تا، ب زر بی، عین الف زبر ان، تا بی ان. ث الف زبر ثا، ب زر بی، ت الف زبر تن، ثا بی تن. جیم الف زبر جا، ه زر هی، لام الف زبر لن، جا هی لن. ح الف زبر ها، میم زر می، دال الف زبر دن، ها می دن. خ الف زبر خا، لام زر لی، دال الف زبر دن، خالی دن. دال الف زبر دا، ف زر فی، عین الف زبر ان، دا فی ان. زال الف زبر ذا، کاف زر کی، ر الف زبر رن، ذا کی رن. ر الف زبر را، کاف زر کی، عین الف زبر ان، را کی ان. ز الف زبر زا، ه زر هی، دال الف زبر دن، زا هی دن. سین الف زبر سا، جیم زر جی، دال الف زبر دن، سا جی دن. شین الف زبر شا، کاف زر کی، ر الف زبر رن، شا کی رن. صاد الف زبر سا، ب زر بی، ر الف زبر رن، سا بی رن. زاد الف زبر زا، میم زر می، نون الف زبر نن، زا می نن. اهمیت دهید. اتقی الف زبر تا، همزه زر ای، عین الف زبر ان، تا ای ان. ازغه الف زبر زا، لام زر لی، میم الف زبر من، ظالمن. عین الف زبر آ، ب زر بی، دال الف زبر دن، عابی دن. غین الف زبر غا، لام زر لی، ب الف زبر بن، غالیبن. ف الف زبر فا، سین زر سی، دال الف زبر دن، فاسیدن. قاف الف زبر قا، صاد زر سی، دال الف زبر دن، قاصیدن. کاف الف زبر کا، ت زر تی، ب الف زبر بن، کاتیبن. لام الف زبر لا، غین زر غی، یا الف زبر ین، لاغین. میم الف زبر ما، نون زر نی، عین الف زبر ان، ما نی ان. نون الف زبر نا، جیم زر جی،
یا الف زبر ین، ناجین. واو الف زبر وا، ه زر هی، به الف زبر بن، واهیبن. ه الف زبر ها، دال زر دی، یا الف زبر ین، هادین. یا الف زبر یا، جیم زر جی، یا الف زبر ین، یا جی ین. لام الف زبر لا، الف زر ای، لام زبر لا، لا ای لا، ه زبر ها، لا ای لا ها. الف با لام زر ایل، لام الف زبر لا، ایلا، لا اله ایلا. الف با نون زبر ان، ت زبر تا، انت، لا اله الا انت. سین با ب پیش صبح، ه الف زبر ها، نون زبر نه، کاف زبر که، سبحانک. الف با نون زر این، نون با یا زر نی، اینی. کاف با نون پیش کن، ت پیش تو، کن تو. میم زر می، نون با ازغه زبر نز. چقدر گفتیم در بالای کدام حرفی که یگون اشاره نباشد آن حرف خوانده نمی شود و در بالای ازغه اگر نگاه کنیم تشدید ایستاده است. این تشدید نون را با ازغه می چسباند. در اینجا نون با ازغه زبر نز، ازغه زبر زا، مین زا. لام زر لی، میم با زر می، نون زبر نه، مین ظالمین. تکرار میکنیم. میم زر می، نون با ازغه زبر نز، ازغه زبر زا، مین زا. لام زر لی، میم با زر می، نون زبر نه، مین ظالمین. ترجمهش هم اینجا نوشته شده است: هیچ خدای جز تو نیست، تو پاکی، به درستی من از ستمکاران بودم. جمله دیگر قسمتی، اگر قاعده بغدادی را نگاه کنیم قسمت سبدش آمده است، اما من آیت را پوره در اینجا آورده شدم. آیت 98 سوره نحل است. در اینجا ف با سین زبر فس می شود. چرا ف علی زبر فا نمی شود؟ برای آنکه در حرف بعد از الف ساکن آمده است و در این صورت الف خوانده نمی شده و یک باره حرف ف با حرف سین می چسبد. ف با سین زبر فس، ت زبر ت، عین با زال زر عیز، فس تعیز. ب با لام زر بیل، لام زبر لا، ه زر هی، بالله. میم زر می، نون با شین زبر نش، شین با یا زبر شی، تق زبر تا، نون با ر زر نیر می شود. مین شیطانیر، ر زبر ر، جیم با زر جی، میم زر می، ر جیمی. صدق الله العظیم.